سلام، نام من احمد است. 15 ساله هستم. من پای ندارم. پاهایم را جنگ از من گرفته. اگر پای می داشتم مکتب می خواندم. اگر پای می داشتم با دوستانم آب بازی می کردم. اگر پای می داشتم در میدان فوتبال می کردم و لقب قهرمانی را می آوردم به کشورم. دنیا در نظرم شب می شود. همه جا تاریک است. چشمانم در انتظار سحر است. من دریچه صبح روشن، صبح آرامی، صبح توأم با صلح و صمیمیت را می خواهم. به امیدی که پیش از شکوفه کردن این آرزوهایم چشمانم بسته نگردد.